إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصیرا. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را به برنامه نداه ایمان خوش آمدید میگویم. باز هم الله سبحانه و تعالی در آیات دیگری از آیات قرآن عظیم الشان اهل ایمان را مورد خطاب خیش قرار می دهد. یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مؤمنین، اذکروا نعمت الله علیکم، شما بیاد بیاورید نعمت پروردگار که بر شما شده است. چگونه نعمت؟ اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا و جنودا لم تروها. اگرچه آیه مبارکه در برنامه گذشته هم اشاره کردیم که خطاب اولیه این آیات صحابه هستند، مخاطبین اولین اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشند. در احزاب الله سبحانه و تعالی میگه ای اهل ایمان، شما نعمت پروردگار بیاد داشته باشید که بر شما شده هنگامی که اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا، وقتی که آمد بر شما لشکری که فارسلنا علیهم، ما فرستادیم بر ایشان، که او عبارت از ریح بود، یعنی باد تندی بود، و جنود لم تروها، و لشکری که شما اونها را نمیدیدید. باد آمد، همه خیمه و همه لشکر و سپاه دشمن را در هم و برهم کرد و ملائکه آمدن که شما آنها را نمیدید. و کان الله بما تعملون بصیرا، و می باشه خدای تبارک و تعالی به او چیزی که شما عمل میکنید بصیر، یعنی با خبر و بینا. یعنی الله سبحانه و تعالی میبینه اعمال شما را. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی اهل ایمانر، من و تو مسلمانر، مخاطب میکنه که متوجه باش که الله سبحانه و تعالی به تو نعمت ها داده. بیاد آور نعمت پروردگاری که بر شما شده. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی باز هم اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. نعمت پروردگار به یاد داشته باشید که دست دشمن بر طرف شما دراز شد که شما را از بین ببره و الله سبحانه و تعالی دست اونها را کوتاه کرد. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. باید مؤمنین بر خدا توکل کنند، خدایی که دست دشمن را از سر شما کوتاه ساخت و دستی که میخواست شما را درهم و برهم بکنه الله سبحانه و تعالی او را قطع کرد. پس دور شدن دشمن یکی از نعمتهای الله سبحانه و تعالی هست که او را الله سبحانه و تعالی دور میسازد. آیات زیادی داریم که الله سبحانه و تعالی اشاره به نعمتها دارد. پس به این آیات
الله سبحانه و تعالی اهل ایمان را خطاب قرار می دهد که یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت پروردگار را فراموش نکنید، یاد آور شوید اون نعمت الله که بر شما شده است. آیه دیگر می فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمت پروردگار عالم اگر در مقابل نعمت پروردگار شکر صورت بگیره، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمت کردی الله بیشتر و بیشترتر برای تو نعمت را عطا میکنه. ولئن کفرتم، اگر کفران نعمت کردی ان عذابی لشدید. چقدر خداوند برای من و تو مسلمان نعمتهای مادی و معنوی را ارزانی کرده. نعمت از این بزرگتر چی باشه که من و تو را بنده خود قرار داده، من و تو را موحد قرار داده، من و تو را پیرو قرآن و امت نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرار داده. از این نعمت عظیم و بزرگتر دین مبین اسلام، دین من و تو، قرآن کتاب من و تو، محمد رسول الله رهبر من و تو، الله به او همه عظمت و بزرگی معبود من و تو. نه همه نعمت هست. اگر به نعمتهای اعضای بدن خود، به چشم خود، به زبان خود که حرف میزنی، به گوشهایی که میشنوی، با دستی که شیئی را میگیری، با قدمی که خلاصه راه میروی، اگر نگاه کنید اینها همه نعمت هست. اگر با او قلب و شوش و گرده و بالاخره اعضای بدنی که الله سبحانه و تعالی برای تو عطا کرده، هر کدامش ارزشش چقدر خواهد بود. پس اینها نعمت پروردگار عالم. الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. اگر کفار نمیدانن و نمیفهمن و قدر نعمت بالاخره احساس نمیکنن، تو اهل ایمان هستی، تو محبوب پروردگار هستی. اذکروا نعمت الله، اذکروا، یاد آورید نعمت اللهی که علیکم، بر شما شده است. بناهن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شبها تا صبح عبادت میکردن، پاهای مبارک ورم میکرد. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرمودن یا رسول الله، شما چرا اینقدر بر سر خود فشار میآورید و اینقدر خود را خسته میکنید و اینقدر سجده ها را طولانی میکنید که پاهای مبارک شما در قیام و در رکوع و در سجده و در اینها آماس میکند، ورم میکند؟ رسول معظم اسلام چی فرمودند؟ پیامبری که الله گناهان ما قبل و ما بعدش را بخشیده، پیامبری که رحمت للعالمین، پیامبری که و انک لعلی خلق عظیم، پیامبر با او همه عظمت و بزرگی چنان عبادت میکنه که پاهای مبارک ورم میکنه. رسول معظم اسلام چی میفرمایند؟ ای عایشه، آیا من بنده شکرگزار الله نباشم؟ آیا من شکر این همه نعمتی که الله به من کرده، من بنده شکرگزار الله نباشم؟ این عبادت را انجام میدم تا شکر الله را به جا بیاورم. قرآن اشاره میکنه و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکرگزار خیلی کمن، قلیلا اندکن. ما فکر میکنیم که همین که دسترخوان ما غذاهای رنگارنگ بود، نعمت به ما رسیده، اگر نبود ما نعمت را ندیدیم. هر لحظه نگاه بکن به تمام زندگی تو، نعمتهای رنگارنگ، نعمتهای گوناگون و نعمتهای فراوان نهفته هست. برای شما عزیزان به طور خلاصه اشاره کنم، همین امشب در نماز مغرب وقتی که رفتم داخل یکی از مساجد مدینه منوره، داخل شدم دیدم که آب نهفته هست، آبها گذاشته. رفتم یک گلاس آب یا یک ظرف آب گرفتم آوردم. قبل از اینکه بنوشم آور نگاه کردم، یا الله چی نعمت عظیم و بزرگی. اگر این در روی زمین نمی بود و ما هم تشنه نمی بودیم، قدر این را می دانستیم. بعد من برای شما عزیزا و دوستا نشان بدم
جا در جا قلم گرفتم به یاد این آیه مبارکه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها افتادم. اگر بخواید نعمت بشمارید شمرده نمیتوانید. من نوشتم آب یک نعمت، پاکیش نعمت دیگر، زلالیش نعمت دیگر، سردیش نعمت دیگر، طعم و مزهش نعمت دیگر، ظرفی که این آب داخلش قرار گرفته نعمت دیگر، نوشیدنش نعمت دیگر، این که در وجود چقدر مفیده نعمت دیگر، و این که از وجود بیرون میشه نعمت دیگر، و این که به همراه خود چقدر مکروب ها را بیرون میکنه نعمت دیگر. با یک گلاس آب شبانه روز چند مرتبه ما یک گلاس آب سرد می نوشیم؟ آیا به فکر افتادیم با نوشیدن یک گلاس آب 10 نعمت من با این عقل قاصر با چند دقیقه فکر کردم 10 نعمت نهفته هست با یک گلاس آبی که ما می نوشیم. اگر بشینیم ساعتها فکر کنیم صدها نعمت در یک گلاس آب نهفته که ما او را بسیار سلیس روان برمیداریم و می نوشیم. پس یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، اذکروا نعمت الله علیکم، همیشه نعمت پروردگار یاد داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی صاحب نعمت را فراموش نکنید و بنده شاکر الله سبحانه و تعالی باشید. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. الله همه ما را بنده شکرگزار خود بگرداند. تا برنامه بعد، خدا حافظ و نگهدار همه شما. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.